أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبینا. او مردمان آتکو رسید به شما منان کو دلیل شما پروردگاره و ما دیم داد به شما ظاهرین روشنایی. برهان همچین دلیل گوشند که هیچ ورین عذر میار پژمگیجید. الله جل جلاله هو ونوتی کلام پاکا دیم دیگا هنچین دلیل و منناک به ما شما دیم داتا که قیامت روچا انسان ها هیچ عذر و بهانه و نیمونی کت نکنه، هیچ تحکین شک و شهبه و یہ کلام الله مجید قرآن پاکا گار کتگند. اذا چه نور مبینا مراد قرآن پاکی یک ظاهرین روشنایی ما به شما دیم داتا. فاما الذين آمنوا بالله واعتصموا به، نو همه شخصان که الله سرا یقین آورد و تا میارش کد همایی بزن الله میارش کد و تا ایمانش او په الله سرا یقینش آورد، فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. گوڑا مان کند الله آیان وتی رحمتانی تها وتی مهربانی تها و آیان بارد وتی نیمگات تچکین راه سرا. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. آچه ترا جست گرن بگش که الله پشما بیان که مبنده بابتا. اذا کلاله گیشترین عالمان نزدیک همه مردم گوشن که نه آیه پد زندگین تو نه آیا چوک هسته. این امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك. اگر یک مردمی مرد که آیا چوک نیست و آیا یک گوهاری و همه گوهاران نیم رسید، هرچی که ما مرتگینا ویل کتر. مثلا اگر هنچی مردمی بمیرید که نه آیا پید زندگی تو نه آیا چوک هسته بله گوهاری هسته، گوڑا همه میرو که مال نیم همی گوهار رسید. و هو یرثها ان لم یکن لها ولد. و آبرات میراث بار چه همی گوهارا آیا اگر آیا چوک مبید. بزن اگر یک جنینی مرد و آیا پت و چوک نیست و آیا وارث آیا براد بید، گوڑا پهکی مال یہ وقا همی برات رسید. یک جنین آدمی هسته نه پیتی ها نه چوکی ها مرد و را آیا بازی مالی ها بل براتی ها، گوڑا یہ جنین آدم که مرده یہ مرتگین جنین آدم پهکی مال همی برات رسید. فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. نو اگر آگوهار دوند گوڑا په همایانند دو بهر چه همی برات میراسا. بزن اگر مروک کلاله بید که نه آیا پیت هست و نه چوک و آیا یک دو گوهارند، همه مروک یک دو گوهارند یا گیشترند، گوڑا درستا همی مال دو بهر رسید. یک مردمی ها جنی آدمی اگر براتی بی همی جنی آدم که نه پیتی ها نه چوکی ها اگر مرد را همی جنی آدم مرتگین جنی آدم مال برات رسی. بل اگر همی جنی آدم برات مبی پدا دو گوهاری بی پیتی نی همی جنی آدم مرتگین ها چوکی هنی مالی ها، گوڑا آئی مال همی دوین گوهاران رسی. دو بهر مال دو بهر همی مال دو بهر دوین گوهاران رسی. وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين.
و اگر برات و گهار بزا مردین و جنین هوریگا وارثند برا هر مردینا دو جنین بهره برابر رسید. یبین الله لكم ان تضلوا والله بكل شيء علیم. یبین الله لكم ان تضلوا، الله شما را گیشینی تو دن تا که شما گمراه مبید، مزلالت و گمراهی و ردراهی مکپید. یبین الله لكم ان تضلوا، الله شما را گیشینی تو دن تا که شما ردراهی و گمراهی مکپید. والله بكل شيء علیم، و الله هر چیزا زبر زانو کند. الله شرط رزاند هر چیز علم الله گورا هستیم، بله ما شما گورا نیستیم. ما شما را اگر علم ها کم مکین علمی، محدودی علمی. الله علم نامحدوده، الله علما زانتا هیچ حد و حدود نیست. الله علم همچین علمی. بسم الله الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أي هما مردمان که ایمان آورده راست بکنید قول و قرارا. عقود جمع تو عقد آیه واحدند، عقد هما قول و قرار گوشند، هما گرنجدهیگ گوشند، قول و قرار کنگ گوشند. مراد الله احکامند که الله انسانان سرا علمی کتگند و همی پیما هما جایزی قول و قرار مرادند که مردمش گون یک دیگر کنند. سرجم بکنید قول و قرارا، هنچون که الله جل جلاله دیگه جای فرمایش که و اوفو بالعهد ان العهد کان مسئولا، سرجم بکنه قول و قرارا، بیشک قول و قرار بابتا جست کنه بید. قولی که دید، وعدهی که دید، وعده ها مپروشید، وعده خلافی مکنید ای مسلمان. احلت لكم بهیمة الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید و انتم حرم. حلال کنگ بیتگن پس شما چارپادین گنگدام، حیوان و گنگدام پس شما چارپادین حلال کنگ بیتگن. بید همایان که آیانی حرام بیگ پس شما وانگ بند. الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید و انتم حرم، حلال مزانید شکارا وحدی که شما ما احراما بید. بهیمه چارپادین دلوتان گوشند، گنگدامان گوشند. بهیمت الانعام، بهیمه همی چارپادین دلوتان گوشند. که همیشه بهیمه گوشتگ بی ایشان که ایشانی هبرانی فهمگ تها ابهام هستین، کمی هستین که هبر کت نکنه. چوک گوک و پس و هشته رو میشند. و بید همایان که آیانی حرام بیگ به شما وانگ بید. دیگه آدگه چارپاد و گنگدام به شما هلارند. چوکه همه مردار و چوکه خون، همه حیوانی که بی هلار کنگا وط بمیری، یا همه حیوانی که پلتی بجنه کشی
یا جاهلیتی ده بکشی بی هلار کنگا بمیری آیی هم حرامه. و همه خونی که یه وقتی که شما یک گنگدام و حیوانی هلار کنید ای گوته هون رچید یه هون حرامه. حرمت علیکم المیتة و الدم و لحم الخنزیر. خنزیر و حک گوشت حرامند و حلال مزانید شکارا وحدی که شما ما احرام بید. بزا احرام حالت شکار کنک جایز نهید. کسی که احرام بسته به خانه کعبه تواف کنگا، بیت الله شریف تواف کنگا احرامی بسته، احرام حالت شکار کنک جایز نه. یا ایها الذین آمنوا لا تحلوا شعائر الله. ای همه مردمان که ایمانش ارتگ، ای ایمان والایان حلال مزانید الله نام چیزا. شعائر جمع تو شعیره آیه واحدند. بزن همه که الله با حرمت و عزتی چیز جور کتگند و مزنشانی کتگند. اذا خاص حج احکام مرادند. ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. اونایی که با حرمتی ماها اونه حج برگ اونه حجا برگ جناوران اونه همایی که گردن بندی گورایند اونه دیم پا با حرمتی لوگه نیمه آوکان که شوهاز کنوتی پروردگار مهربانیا و آیه رضامندیا و حدی که شما چه احرام حالتا در بیایید گوڑا شکار بکنید و تیار مکنید و تیار مکند آماده مکند شما را کجام یک قومی دشمنی که بنهش کتک شما را چه با حرمتی مسیطا یک شما ناحکی بکنید یک دیگر کمک ببید نیکی کار سرا نیکی کار سرا و تعاونوا علی البر و التقوی و پرهیزگاری سرا یک دیگر کمک و مدد بکنید و یک دیگر کمک مبه په گناهان کاران و ناحکی سرا ولا تعاونوا على الاثم والعدوان واتقوا الله و بترسید چه الله ان الله شدید العقاب بیشک الله عذاب سکند. بزن وقتی که شما چه احرامات در بیایید ورا حلال بید ورا شما شکار کنک جایزند حلال بید شکار کنک. اگر یکی شکار کنک بلوتید گرا شکار کو تکن بله چه حرم حدا دن چه حرمین شریفین ودا چه حرم دنا شکار بکند حدودا حدا شکار مکن. ان الله شدید العقاب بیشک الله عذاب سکند. پس اذا الله جل جلاله
مسلمانان سفارش کن ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، گناهانی گناهین کاران و ناحکین کاران یک و دیگر کمک مبید، بلکه نیکین کاران و تعاونوا علی البر والتقوى، و نیکین کاران و پرهیزگاری کاران، پرهیزگاری سرا یک و دیگر کمک و مدد ببید، یک و دیگر نصرت بکنید. صدق الله العظیم.